نونت حلال بادا ای پیشوای ملت زندم که سروری تو ملت ندید ایلت خوبی شبت پرانده خدمت به خلق کردی پی بور در یک انسان پس به نظیر مردی از جنگ دور گشته با عزم و با تلاشت شب رو شکست دادی با عقل نور پاشد چون توست چهره خندان امروز تاجیکستان ما فخر با تو داریم پیگیر اول سامان زن راحت دل راحت تن راحت جان است از خیراندیش زن راحت دل راحت تن راحت جان است زن زندگی و زندگی افروز جهان است بی زن به یگان خانه به دولت نرسد مرد رحمت به همان مرد که غمخوار زنان است عمر آدم گاه جمع و گه پریشان بگذرد عمر آدم گاه جمع و گاه پریشان بگذرد زندگانی گاه مشکل گاه آسان بگذرد پس چرا باید کشیدن مینت هر کاسه است روز اگر با کاسه آب و لب نان بگذرد لعنت دنیا به آن قومی که از پشت طمع رو به دین دیگر آرد یا ز قرآن بگذرد در نیستان آتش افکند است و مرغان در فغان شیر نر خشم آورد چون نیستان بگذرد جان عزیز است ای برادر در تلاش روزگار در سری ناموس مردانه که از جان بگذرد خیرنده شو مشو بیهوده در فکر سفر عمر آدم به که اندر تاجیکستان بگذرد کاروان میگذرد راه به جا میماند از محمد غایب کاروان میگذرد راه به جا میماند عمر ما میگذرد نیکی ما میماند عاشق از درد و غم خویش شکایت نکند بی وفا میرود و مهر و وفا میماند دل به هر گوهری ناسفته نماند چو صدف بر دل از یار دروش آب لها میماند اختران را که فلک در بغل خود جا داده است تا سحر در بغل نور و ضیا میماند نرود یاد مددگار محمد از یاد چشم در روی کف مژه ما میماند مادرم با تشنه جانی یاد میارم تو را مادرم با تشنه جانی یاد میارم تو را مادرم با دلگرانی یاد میارم تو را در محیط همزبانی زبان گم کرده ام چون نیابی همزبانی یاد میارم تو را یاد میارم تو را چون یاد تو یاد من است چون تو اصلی جانی یاد میارم تو را خب همین من بسیار میخواستم درباره مورچه‌یک صحبت کنیم از کی هستین مورچه‌یک؟ تولیس پولاد تولیس درست خب مرحمت دو مورچه‌یک بود یکی کلان بود و دیگری خور بود مایده‌یک خیلی ارکه بود اما کلانک به گپ پدر و مادر گوش میداد روز
آنها بنزی و برای برنج آوردن و بیرون می روند و که مورچه‌ک خوردی دویم از کارها می گریخت و روز در راه با پرخور و می خورد و با پرخور می گوید که بیا گوشت گیریم. اگر تو بای دادی تو جای چون مغز را نشان میدی، اگر من بای دادم من جای برنج را نشان میدیم. خلاصه مورچه‌ک پرخور را برید و جای برنج را نشان داد و از خودش 10 برابر چون مغز کلان را هوچ می کند و به خانه می رود و در نزدیکی خانهشان می رسد که او می غلطد و او را به خانهشان می برد و دست مورچه‌ک می شکند و در نزدش بابای و بیبیش پدر و مادرش ایستاده بودند و مادرش به او گفت که دیگر هیچگاه از گپ کلانک نبرو. روباه ایستاده در جا دومش رو می جنبانید، پلنگ رو می فهمونید. پلنگ که نزدیک آمد به خوریدن در آمد. روباه می گفت اندک ایست، اکنون پشمایالت خیست. چشمت سرخ و علو شد، دومت اندک بالا شد. دندانها رو خنجر کن، اکنون هجوم رو سر کن. گربه گفتا تیارم، جانش رو می برارم. این زوری بازویم را آواز کن در دنیا. نگاه دوید و پرید، در دومی تایچه پرید. تا که جاید از پایش گربه افتید در پایش. بعد از اون توی شیرمست با تمام زور و شست گربه را توپ کرد، تازه حمله کتوب کرد. خرگوش گفت زیر لب عجب شد و عجب، پهلوان زیر پا شد، انا چشمش علو شد. اینجا نوشتید که من آدینه را خوندم. بله. همین عاقبت آدینه با گلبیبی یک جا شدن یا نه؟ نه. چه خیلی آدینه وفات میکند. خوش. گلبیبی؟ آدینه میخواست که گلبیبی را بزنی گیره اما او پول نداشت و میخواست که بر زواد پخته رفته کار کند و آمده گلبیبی را بزنی گیرد. مکتب کونه رو خوندید؟ بله. وقتی که همون پدرش رو با مکتب میبرد امروی خود چه برد با همون مکتب؟ کلچه و مویز میبرد. همون کلچه مویز بردن. در بینشون یک سردار بود نامش خلیفه رو میگفتن. خب همون وای خلیفه چیکار میکرد وقتی که همون مکتب دار میبرامد با همون چی میگفت؟ خلیفه وقتی که مکتب دار از صیفشون میبرامدن میگوید که آنها بازی میکردن در صیف، میگفتن که اکنون کمون بازی سر شد. بعد اما مکتب دار چخل آنها رو جزا میداد. او چوبه داشت که 5 آرشین درازی داشت، بر یک زدن 10-15 بچه رو میزد. اما مکتب چند در داشت؟ 2 در داشت. سوالی که استادا دادن به شما فهمو بود؟ بله. مهرش نباشد شما راضی هستین؟ بله. مهرش به شما موفقیت بروره. خانه امید دنیا کشورم، کشوری پهناور و بختاورم. زین سعادت سر به گردونها برم، حافظ آزادی و بحر و برم. می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. بحر عالم صلح در کار است صلح، نسل آدم را نگهدار است صلح. چون شفای جان بیدار است صلح، مادران را بخت بیدار است صلح. می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. این از کی بود؟ باقی رحیم زاده. از کوه بلند است روان آب دوشنبه، تر کرده لب تشنه لبان آب دوشنبه. هرچند که جاری است به 100 عصر زمین ها، با یاد وطن مانده جوان آب دوشنبه. تا دشت کلان سرسره سنگ است روانه، در دشت دره محمل تنگ است روانه. تا توانی دوستان را گم مکن.
دستانی مهربان را گم مکن. در جهان به دست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. دست را از دست جانی فرق کن، دستی پیوندی جان را گم مکن. چشمه الهام ما خلق است و بس، خلق مشهور جهان را گم مکن. دست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. آبک شوخ چو طفل بیقرار، آبک شیخ چو طفل بیقرار. می شتابد از میانی که سار، از بلندی می رود غلغل کنان. ای مثالی که دکی شیرین زبان، با راهی پرسنگ پایان می رود. گاه غلطان گاه خیزان می رود، در کناری گنج پنهان گشته است. همچو طفل یاد آید بر سرم، می شتابد از میانی مادرم. گرد بودم گرد دامانی وطن، گرد بودم گرد دامانی وطن. آب خوردم آب بارانی وطن. نش کردم هرچه نشی داده بود، نش چیدم از تن و جانی وطن. سنگهایم را برادر خواندم، تا شود از سنگ جانی وطنم. چون سمرقند و بخارا زنده ام، ریشه پیوندی زرفشانی وطن. یادداشت را خواندید؟ چندم قسمش را؟ ده. قسم یکمش را خونده یا دیمش را؟ نه قسم ها رو خوندم. دو تا خوندم. دو تا خوندید نه؟ خواهی درباره قسم یکمش گپ زنید کود در یادداشتی صدرالدین اینی. صدرالدین کتاب های بسیار میخواند. او همیشه کارهای خود را انجام میداد و کتاب های بسیار را میخواند. یک روز یک مرد در یک جای کتاب های می فراشد. در آن حکایه های نوشته شده اند. حکایه نوشته شده است و می خواست که آنها را گیرد و از آن مرد می پرسد این کتاب چند است؟ وی جواب او را نمی دهد و می گوید من این کتاب را برای تو به پول می دهم، خودت این را گیر. اگر آدمی که از این کتاب ها خرد، من این کتاب ها را به پول به آنها می دهم. خواهی چند تا ضرب المثل و مقال گوید که نباشد؟ تخم باشد جهم می شود، کار باشد تاب نتیجه خوب می شود. سگ در کوچه خود پهلوان، رای زیبا را همه می بسند. بهترین خصلت با وجدان بودن است. بهترین خصلت چی معنا دارد؟ یعنی بهترین خصلت آدم نیکی بود است. نیکی هست. با وجدان بود است. نه با وجدان چی گفتن این گپ؟ با وجدان آدم نیک. حکایه ها رو خوندید ها؟ یک حکایه نام دارد ماهیگیر و جن. وقتی که همون سیوم رتبه تو رو می اندازد به دریا، بعد چی میگوید همون ماهیگیر خود به خود یک گپ رو میگوید؟ وقتی که آن در سیم بارینه در آنجا تور می اندازد، خود به خود می گوید که در آنجا یعنی چیزی که ماهی بسیار است و من می توانم آنها را به خانه برم. سوالی که استادا به شما دادن اما فهمو بود؟ شما راضی هستی؟ مایلش نباشه به شما برای کار موفقیت. وطن افسانه پردازه تو را افسانه میخواند. حقیقت نامه آثاره حقیقت خانه میخواند. یکی در کوهساری شادماند قصر میبیند، یکی کاشانه غم در بغل کاشانه میخواند. تو را در سرنوشتی خویش میبالند و مینالند، یکی آباد می سازد یکی ویرانه می خواند. یکی را در غریبی یک کفی خاکی تو جانداروست، یکی در دامنت هنگامه بیگانه می خواند. تو را مردی ره منزل و منزل می کند دنیا، هوس پیمانه یک گردشی پیمانه می خواند. حبیب می سراید شاه بیتی شاه راحت را، حبیس
تنگ چشمی حسرتی گرگانه میخواند. محل باز زیکوری این نظر 100 پاره ات خواهد. جهان ساز بحثی گوهری یک دانه میخواند. تو اما با همه یک مادر هستی، یک وطن هستی که هرچی آید از فرزندها شکرانه میخواند. با این افسانه کشور هر زمان شعر غزل از لالجبای میرزا حسن. با این افسانه کشور هر زمان شکرانه باید کرد. با این آبادی جنت نشان شکرانه باید کرد. زیبختی همدلان شد تاجیکستان روزه وحدت. با این وحدت کمان شکرانه باید کرد. می شود هر روز من آغاز با نام وطن. غزل از محترم حاتم. می شود هر روزی من آغاز با نام وطن. چون که با نام وطن باشد همه آوازی من. ریشه جان و دلم با یاد او پیچیده است. با درخت و کوه و ابر و باد او پیچیده است. هیچ کس چون من نرانده ریشه در خاک وطن. جو به جو و سو به سو مانند من. می شوم بر آب او چون جو و بر جویش چو آب. در وطن داری ندارد کس چون من این آب و تاب. با 6 احساسم مقدس دارم احساسی وطن. پاس می دارم من این احساس بر پاسی وطن. از وطن بیرون وطن خواهان اگر پس آمدند. رفته بودندی به پا اما به سر پس آمدند. این وطن بر من نشد از جنبش گهواره سر. این وطن بر من شده از جنبش سیاره سر. از سرم بیرون نسازد یادی او را هیچ یاد. عاقبت خاکم نبردارد زی خاکش هیچ باد. روم به ساحل دریا. روم بر ساحل دریا دلم کوشاده شود. کفم پر آب کنم آب جامی باده شود. زی بوسه چینی و وازی دریا دلی من گهی سوار به موج و گهی پیاده شود. تمامی هستی من زیر خانیش دریا به اختیار خیالاتی دور داده شود. روم بر ساحل دریا خاموش میشینم. نیاز و رازی دلم خود به خود ایفاده شود. با کجا روم که آنجا بجز از وفا نباشد. غزل شهریه. با کجا روم که آنجا بجز از وفا نباشد. غم و درد زندگانی به کس آشنا نباشد. همه جفتی خویش یابد با وفا و مهربانی. زی عزیز خویش ورده نفس جدا نباشد. نفتد نگاه شیطان به فضای پر محبت. بجز از کمال عشق و کرمی خدا نباشد. زی نگاه نوجوانان شرری خجسته ریزد. زی زبان موی سفیدان بجز از دعا نباشد. با کجا روم که آنجا همه چشم سیر بینم. زی میان کوچه باغش گذری گدا نباشد. زی غمی قضا و شکایت نبرند شاعرانش. که به شاعران گدایی به قضا روان نباشد. چه صفای آرزوی من گلو ساده دارم. با تهی سما چونینم اثری صدا نباشد. توش خیلی پسر بچه بود؟ توش همیانه رو میوبدو و به پدر و مادرش میگوید که و صاحب طلا تنگه شده است. و پدر و مادرش و او میگویند که همیان را باید برگرداند.
و توش همین تم میکند یولداش باشد در مکتب و نادانو و به عقل بود هر کاری که ناجایی میکرد و بارش رو بر همچین اونا فونش جای دیگرشون فرق میکردی؟ بله با کدام خصوصیتشون؟ یولداش گپ رو نمیگیرید ولی تاش گپ رو گرفته یولداش همیان بچه رو چی بر است؟ میکند یولداش پسرچه یولداش یکرو و گپ رو گوش نمیکرد و شربچه یکرو دامولا دروغگوی بود. بله و دامولا و این در توقت نمیکند و او رو از مکتب پیش میکنند شد وقتی سلامت که مرگ سودخور. مرگ سودخور. بله همین قاری اسمت همین از جنازه ها که بسیار شتابان میرفت چی فایده میدید؟ در جنازه با او و فقط به لطه های سفید خیر میکردند خیر میکردند ارتیش ها بله 1 متر رومال از امو چی کار میکرد؟ او و همون ارتیش ها را گرفته با چی با کلاهش میپیچاند و برای همون کلاهش و برای همون و سبب کلاهش وزین بودنش برای همون وزین بوده وزین بود و دستاری سری او رمان خونده شما؟ بله خب کدام رمان ها رو خوندید؟ زنان سبزبهار و خرسی مجید سلیم همین زنان سبزبهار ابرازهایش کدام ها هستند؟ همون اشتراکچیان اثر قهرمان ها خب میسل و خوشتامن سعید رئیس یاغ خدیر و غیره و قهرمان ها پوست چی؟ پوست 10 تا چند تا؟ 10 تا کدام ها را؟ پوستی مکتب کهنه آدینه پلوتولیس تابستان باز مرگ سودخور احمد دیوبند آزاد پلنگ مجید سلیم کدام داستانو خوندی؟ و چشمانی فروز و چشمش علا شد؟ چشمش علا شدی باقی رنگزاده داستک غفور میرزا و گنجشکک غفور میرزا خیلی گنجشکک؟ کنی از گنجشکک بپرسه خون بچم؟ یک تا گنجشکک بوده است پیشانش قشقه بوده است گوشی چپش خالیده است 1 هفته برف بریده است برفی بلند بریده است 1 قدی من بریده است گنجشکک گوش نمونده است گوش نموتش نمونده است میدونه طیبه جان باز دوستانی گفتی چشمش علا شد بله کنی؟ علی جانی با آداب گوش با منده مکن خوب بود نبود 1 پلنگه با 1 روبوهی لنگه در 1 بیشه جا داشتند با هم مراسا داشتند 1 جا 1 کار میکردند میدونید گربه گفت تو به خرگوش همه اش را گیر در گوش دیدی روباهی لنگ را چی ها میگفت پلنگ را های دلیر کرد او را چیگونه شیر کرد اما تو باشی خرگوش از قفای من خاموش لیکن میگردی راستش جوره نامردی طیبه سوالایی که به شما دادن دوستان فهمو بود؟ بله شما راضی هستید؟ بله مارش روی سفید به شما موفقیت تکیه در پهلوی مادرجان غنیمت بوده است تکیه در پهلوی مادرجان غنیمت بوده است خواب در زانوی مادرجان غنیمت بوده است دولتی دیدار او باری میسر می شود دولتی دیدار او بسیار قیمت بوده است هر گناهی آید از فرزند مادر بخشدش از همه دریادلان مادر به همت بوده است در سرشتی مادران رحم جهان جا داشته است در دعای مادران گنجی سعادت بوده است از وفاداری به مادرها چنین دریافتم مادر آغازی همه مهر و محبت بوده است هست تا مادر صداقت میرسد بر آدمی هست تا مادر پسر شخصی به دولت بوده است عمر انسان را که میگویند یک دم بوده است غزل از اسکر حکیم عمر انسان را که میگویند یک دم بوده است
نیک بینم صحبتی یارانی همدم بوده است. روزی شادی گرچه میگویند بسیار است یار، آنکه از شادی تو شادی کند کم بوده است. هرچی از آدم رسد نامردمی یا مردمی، لیک آدم باز هم محتاج آدم بوده است. می کند غم گرچه دل را سخت بیمار و خراب، لیک علاجی جانی بی غم باز هم غم بوده است. جوهری آدم باید دید ورنه هر دوا، بر یکی نیشو به دیگر نوش و مرهم بوده است. آن جوان مرگان که رفته قرضدار و قرضهای عمرشان بر قرض مازم بوده است. باید از این پس به قدر و قیمتی آدم رسیم، چون که عمری ما به دنیا آدم بوده است. دلا از خواب دی برخیز گلشن شو، دلا از خواب دی برخیز گلشن شو، به چشمی گل فروشی خار سوزن شو. پر از مور و ملخ دیدیم دنیا را، پریشانی بس است ای دانه خیرمن شو. فلک بر قصد تو سنگی بلا دارد، ایا آسان شکن آینه آهن شو. درختی زخمی باغی جهان مایم، دیگر نرمی بس است ای پوست جفشن شو. چی گویی ذره ام از من چی می آید، اگر گردی رهی در چشم دشمن شو. چو سایه در دل شب چند گمنامی، چو صبح از شب برون شب روزی رفشن شو. یک لالی کوه سارم، در کوه استوارم، خورشید نور گیرد از روی بیغبارم. با چشمها بجوشم با رودها خروشم، یک سوی برف پوشم یک سو نوبهارم. صلح و صفاست عزمم با دوستی است بزمم، قطره قطره عاقبت دریا شده. ذره ذره کوهی پا بر جا شدیم، 100,000 من به هم جمع آمدیم، تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصلی هم دستی هم پایی ببین، دستی هم بگرفته و برپا شدیم. قدری هم دانسته قد افراختیم، مهری هم ورزیده قد سربالا شدیم. روی اوراق وطن معنا شدیم، رفت آوای دل ما سوی هم نوا گشتیم هم آوا شدیم. میل را از چشم ملت کرده دور، همچو شیری رودکی بینا شدیم. ما نه خاکستر شدیم آتش زینف، چون سمندر ما ز خود احیا شدیم. گفتید یک رمان خوندید، من کدام رمان خوندید؟ هر بیش گمام برک خالصی استاد فاتح نیازی. هر بیش گمان مبارکی خالص. هر بیش گمان مبارکی خالص. این درباره شکم میرا کدام درباره دولت صفویف که نامی پدرش سلطان صفویف بود. این 3 دوره جنگی رو در بر میگیرد. خب همین قهرمان‌های منفی همین یتیم که بودن؟ اشاقول بای شاقول. خب همین اشاقول بای کی رو به زوری به خانه آورد؟ سورو و یتیم. بعد چه زندگیشون چه زندگی آنها خیلی به سختی میگذشت، چوپانی میکرد. مرگ سودخور وقتی که همون قوریشکنبه همون از به تهلکه میافتد، در همون لحظه یک بیت رو میخواند. خیلی شروع میشد. از بیت کی بود؟ از اون بیت از کی بود؟ بیدل کنی که میدانی اون رو؟ در دمی مردن مرا از زندگی افسوس نیست، حیفی دامانت که از دستم رها خواهد شد.